собой не занимаюсь. Блядь, да... Не, ребята, я его сейчас нахуй порву, блядь. داستان این بود که این طرف یکی از بلاگرای، یعنی هم فایتره و بلاگرای معروف و تاثیرگذار روسی هم هست. بله. این تو لایو زنده میخواست مثلا منو هرس بده. گفته بود که ایرانی ها آدم های مثلا مهمون نوازی هن. خب من اینو گوش میدادم، داشتم مثلا خوشم میومد داره از ما تعریف میکنه. میبالیم. بعد میگه میرن خونه هم، اینا زنای همو با هم عوض میکنن. مزخرفه. آره 100%. ولی خب تعصبت تحریک کردی، اون نقطه غیرت تو به جوش آورد. گفتم من باید برم تو قفس، مگه قرار نیست من با این فایت کنم؟ با هر ترفندی بود به این خیلی درست نزدیک شدم. دقیقاً دقت کنی من جاپامو خیلی دارم صفر میکنم. میام نزدیک به این ورش نگاه میکنم، میگم مثلا چقدر آسیب دیدی، چون اونجا من دیگه واقعاً شده بودم یه آدمی که الان مثلا اصلاً هیچ رحمی نداره، برای همین با هر حیله و فریبی من به این نزدیک شدم. الکی نگاه میکردم به صورتش، بگم چقدر آسیب دیدی، فقط داشتم دقت کنم جاتو داشتی درست میکردم، داشتم جاپامو صفر میکردم که این سیلی راست من بشینه به این. جاپامو که صفر کردم این داشت صحبت میکرد، من داشتم جواب حرفاشو میدادم، حرف چرت انحرافی میزد. من اینو زدم با یه پام زدم که این نزدیک نشه چون دستم خیلی درد میکرد. اون رفیقش زد عینک منو شیکون که بعد میگذره، بعد من اینو چیز میکنم گیر میارم موقعیت و اینم با یه مشت میزنم دیگه. اونجا من انتقام از این گرفتم. انتقام هممون گرفتم. انتقام واقعا تو این ما بودی. آره چون دیگه از قبلم بهش زنگ زده بودم، گفتم بیا معذرت خواهی کن، بیا بگو مثلا غلط کردم اینا. آره گفت نه.